السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداره کانال و خصوصا مردم دیاری خود ما جماعت مسجد از رفشان سر کرده تا حاجی امیرف و کمسمال سامانیان و اینچنین دیگر منطقه‌ای که در همین گرد اطراف هستید. من خدا خواهد امروز یک نانوای خانه کشاده شده در این منطقه یکمش است که در همین سری راهی بوستان کمسمال دوستو نانی گرم خدا خواهد کسی میخواد دستاویز کند برای خاندانش. من اینجا آمده خدا خواهد نانی گرم برای خانه‌شون یا که برای توی معرکه و مراسمشون خدا خواهد استفاده کنند. امروز روزی کشاده شویش بوده است. هم خیلی گذشتیم کلینکوول که اومده همینجا میده مردم انبوهی مردم جمع شد همینجا. با من بسم الله امروز روز آغاز کاراشون است دوستو. سلام من مرحمت من امروز آشی ملی خودم آشی بدوغ با نان گرم اینجا قیماقای فیرمی فیلم همی گرد اطراف خودم محلی و اینچنین در این گرد اطراف با گوشتخانه است. همیشه با گوشت سویز اینچنین دسترس پیرای دیار خدا خواهد آوردیم برای افتتاح کاری برای افتتاح انمی کار همی دوستو. خدا خواهد فاتحه غر رقبس میگیرن از این پیرای دیار. مرحمت کنید مرحمت کنید. انا ماشاءالله ماشاءالله انا بسم الله. خدا خواهد امروز برای کشش کن پیره دیار خدا خواهد دور میگیرن. خدا خواهد کسب کارشون خداوند برکت یاد. همین رئیس کلان همی اکام حاجی فضلی بیگ خدا خواهد او مرحمت کنید. اونجا هرچی میگم نگه گراوند رول اینجا انمی اکم خودی کم پنجکین کسب کارشون برکت خداوند. نامتون چی بود آجی؟ تیلوبای نو دستا تیلوی خدا خواهد کسب کارو برکت امروز خودی کم پنجکین دونیم برای ما اینجا خدمتی مردم مسجد کردن خدا کسب کارشون برکت. با خدا خواهد در روی نوار من برای فرمایش نو برای دوکان و نمیدونم برای باغچه کودکان و یا دیگر نمود یا که ششلیکچی و کجایی که نباشه خدا خواهد زکات برای فرمایش رقمشون میگذارم دوستان. هست سفران خداوند بهتر کنند صدرین برافسادیم راستی برافساده ها کسب برو برکتی işte eso اینجا من امروز بای بودم. نه لا نزد نشته تو نام بول تو خوب ها بابا جان من نمیخورم. رحمت دوستان سلامت باشه. یک وقت باز شام مرکز های ناصر لگ وجه وقتی که آشته یا کاسرته این نوای خونه رو کسی ندوند همین ترسه سامانیان و زرافشان است. همین آهنا رو میبینید همین ماشینا رو میبینید مگزین همین کمی اصلا همین مورچی دیساده پلکت زده است.
بخش میپرسم که گفتی کنید که همون گرامت نگم نزدیم. المهم فهمید که شما در اینجا نوبه خونه من اینجا بود دوستو. خدا خیر روز افتتاح کار بوده. مرحمت مینه نون گرم همینجا خریداری میکنید دوستو. این بود برای شما یک رکلامچه دوستو. با جور غبشه ندونه. همین بینه سرخ دیساده شیفره سرخ داره. در همین همسایگی است با همین سرخ دیساده. و این گوشه به گوشت است. آخر همین بینه و گوشتی و از سویج میگو. گوشت سویج هر روز گوشت سویج را میوه دوستان عزیزمون مرحمت میکنید. همینجا تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم گذشتگان این منزل مکان گذشتگان این اهل جماعت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. پروردگار برای رکشایش کن برکت کارشون برکت کلام دستان یا دادن بد که وای دین این وای داشتن بر بیتی داشتن دانشجو اکی که اقدام یا آدم گفتن میشه کار ثواب جمعی رمضان هم همه مردم برنامه دیگه یک مهمانش کنن برای همون تا حد امکان های همه انداز میگو چیاشون سبکتر گیرد یا مینه ها یک من شاند پیچ کاراتون کشاده شد پروردگار هم خودکار گرفتن خدا خود رستم بک این بود افتتاحی کاری زین نامه خانی رستم بک. خوش آمده همه دوستو برای شما اندکی نوار گرفتم. اگر ویدیو با شما پسند داد حتما فکر اندیشه نیک خودت در زیر کامنتر میگذارید. التماس حرکت میاد که فقط سخنه خوب بگذارید دوستو. برکه اوید چه از منطقه دور باشه چه از یک چه از سه چه از کدام گوشه کنار دنیا ما رو نگاه میکنید میندار هستم که شما ما رو نگاه میکنید. اما حرکت کنید فقط سخنهای خوب نویسید دوستان عزیز. آغاز کاری همین نامه‌خوانی رستم جان است. خیر شما نیز حق شما دعای نیک البته ما از پیرای دیار دعای نیک گرفتیم. شما نیز اگر در گوشه که تماشا کردید در کسب کار همین آدم برکتی از گفته به دلتون هست یا که در کامنتر هست خلاصه یک دعای نیک میگوید دوستان عزیز. خیر باقی سربلند و خانه آباد باشه.